بعضی آدم ها رو باید ساعتها براشون توضیح بدی تا شاید ذره از حقیقت رو بفهم. بعضی ها فقط با یه جمله قانع میشن، چون چشم دلشون میبینه، نه فقط گوش ذهنشون. اما بعضی ها نه با 1000 حرف، نه با 1000 دلیل هیچ وقت قرار نیست بفهمن، چون نخواستن، چون انتخاب کردن نفهمیدن رو. برای اینها سکوت بهترین پاسخ دنیاست، نه ضعف که از فهم. یاد بگیریم تمایز قائل شویم بین اینکه چه کسی سزاوار یک توضیح کامله، چه کسی سزاوار یک جوابه و چه کسی فقط سزاوار سکوت.